کوشش بکنید که مثلا یک 15-20 فعل یاد بگیرین و اونها را بازی بدرونین و بعد در 6 ماه هر روز یک فیلم آلمانی تماشا بکنید. انشاءالله به امر پیش از اینکه یک زبان انسان باید یاد بگیره او را باید بشنوه. در دوام 6 ماه شما زیاده از 200 فیلم تماشا میکنین و زبان دیگه میشنوین. بعد دیگه خواندنتون آسان میشه، بعد یاد گرفتنتون آسان میشه، بعد دیگه میتونین که انشالله به خوبی یاد بگیرین. زبان یاد آموزی مشکل نیست، مشکل در ماست که حرکت نمیکنیم. من هیچ زبانی نبوده دوستای عزیز که در زمان 3 ماه گپ زنی یاد نگیرم. هیچ زبانی نبود که من در زمان 3 ماه گپ زنی یاد نگیرم و فکر عقیده شیخ من نگم. به خاطری که من وقتی که زبان خوانی را خوب نفرانی که شاید همینجا باشن با ما بدن میدونن، من وقتی که یک فعل 1000 بار می نویسم که در سرم بمونه. 12 ساعت زندگی ما در همون زبان میتونم در دوام 3 ماه میتونم در هر کشوری که برم زبانش یاد بگیرم. مهم نیست که در اون کشور ما چقدر زندگی میکنم. 1 سال باشه انشالله برای بگیم که در 3 ماه یاد میگیرم که بگیم که غمم نتم برای 9 ماه دیگه زبانش بدونم. این وابستگی از ما و شما داره، وابستگی از ذهنیت ما و شما داره، وابستگی از حرکت ما و شما داره. هیچ کاری نیست که نامشیدنی باشه. ها انشالله کوشش میکنیم دوستی عزیز، کوشش میکنیم که هر روز وقت باز کنیم و باره مردم. برادر جان درباره این اویله و همیشه سوال نتیجه جان تبگیرم. برادر میخوایم در وطن با شما قرار داشته باشیم و یک پیاله چای نوشیم. انشالله با امر از خدا انشالله با امر از خدا روزی خواهد آمد که ما باز همدیگر را خواهیم دید. روزی خواهد آمد که این ملت پیشرفت خواهد کرد. فقط نیاز به ما و شما دارد. امروز هیچ کشوری 99% فرهنگی نیستن، هیچ کشوری 99% سیاسی نیستن. ما اگر 1% 2% من زیرکی من بلند بشه و فهمیش من زیاد بشه و انشالله میتونیم که هم برای خود و هم برای نسل آینده خدمت بکنیم. ما امروز تاریخ ساز هستیم دوستای عزیز. تو برادر جانم نامت سعید است، رؤوف است. تو برادر جانم نامت منوچهر است. تو برادر جانم نامت جمشید است. تو تاریخ ساز هستی. تو تاریخی آینده را میسازی. تو امروز تاریخ هم میسازی. فردا فرزندان و نبیرگانی تو را در این تاریخ زندگی باید کرد. به همون خاطر باید که دانا باشیم، به همون خاطر باید فکری آینده را بکنیم که در تاریخی که ما میسازیم تاریخ مهاجرت و غلامیت نسازیم. تاریخی بسازیم که فرزندا و آینده که میآید نبیرگان ما در یک تاریخی آزاد بسازن که در آینده غلامیت تا ابد دوام نکنه. فرزند ملت به خدا قسم که تو تاریخ ساز هستی. تو در همه جهاز همین نوار گوش داری، همه جا تماشا داری، گپای من شاید بخندی، شاید حقارت کنی، شاید بگوی ای چی میگه همین آدم. با والله قسم که تو تاریخ ساز هستی. تو تاریخ عائلت هم میسازی و عائله تو تاریخ سازی ملت هستک و تو یا اینکه فرزندت شاید که تاریخ ساز این ملت باشد. خطا کم نگیر. نفری که دشنام میکنی، نفری که بدگویی میکنی را خوب بدان که شاید که خداوند همین روز جانی تر بگیره، فردا فرزندان تو صغیره کلام شون و امین نویستجات تر بخونن و بگن که ای گمش کم بی پدری خوبتر بوده است از این پدری بی عقل بی فراست ده. به همون خاطر دوستان عزیز خطانا کم نگیرین، وقتانو در چیزای صرف بکنین. دوستان عزیز وقتانو در کتابخوانی صرف بکنین، وقتانو در پیشرفت صرف بکنین. با خدا قسم از این چیزایی که شما را به هیچ میکشن دوری بجوین. روز شهوت هم کم میشه و روز کیفیت هم کم میشه و در او روز علم در کار است، در او روز فهمیش در کار است که زندگیتون رو بسازین. یک روز صاحب نبیره میشین، یک روز شما در یک جا کار میکنین، در او روز علم در کار است که شما با اون مردم گپ بزنین. در او روز او تاریخچه‌ای که در او سرت نوشته با او تاریخچه باید که تاریخی بزرگ بسازی. فرزندی ملت تو امروز برای ملت در کاری. فرزندی ملت امروز ملت نیاز به تو داره. فرزندی ملت کار بار بکن. فرزندی ملت درس بخون، کتاب بخون که در آینده تو میتونی که تاریخی ملت بسازی، چون که تو تاریخ ساز هستی.
امروز زمینی تو گرفته میشه و امروز شهروندانی تو کشته میشه و امروز هم ملتی تو درد داره. امروز معلمی تو در داخل کشور تو میان میکشن، امروز برادری تو خانه غارت میکنن، امروز برادری تو اذیت میکنن، امروز زنهای تو چینیا میگیرن. تو باید این خوب بدانی برادر، تو تاریخ ساز هستی. اگر که تو تاریخ سازی نکنی دیگر نفر تاریخی تو نمیسازه. اگر دیگر نفر تاریخی تو ساخت، او به خدا قسم تاریخ دروغ میسازه. او تاریخی که ما و شما را امروز تاجیکا را دادن، مثلا وطنمون از دست ما گرفتن، زمینمون از دست ما گرفتن، تمام برد و باد ما از دست ما گرفتن، روسها ما را ضعیف کردن. حکومت پادشاهی روسیه در سال بگیم که 1880 بغارت شروع کرد، وطن و ملت تمام جان ما رو، تمام چیز ما رو از دست ما گرفتن. امروز ما به هیچ شدیم، امروز ما کسلمندیم، امروز ما لنگیم، امروز ما بیچاره ایم، امروز ما غریبیم، امروز ما ناتوانیم از اویی که تاریخی ما را دیگران نوشتند. وقتی که تاریخ یک ملت دیگران بنویسن و ملت هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. تاریخ باید ما خودمان بنویسیم، به فراستمان، به عقلمان، به خدا ترسیمان، به حرکتمان، به فکرمان، به اندیشهمان، به خدمتمان، با تمام جوش جگرمان، با دلمان باید که این ملت تاریخ بسازیم. اگر این ملت تاریخ نساختیم، هیچ وقت هیچ چیزی برای ما کمک نخواهد کرد. در آینده فقط برای ما لعنت خواهند گفت. به همون خاطر دوستی که مرا تماشا داری، خوب بفهم که تو تاریخ ساز هستی. همین گپ در گوشت میدرایه بدرایه ندرایه را من میگم که تو تاریخ ساز هستی. خواه میده هستی، خواه کلان هستی، خواه شکم داری، خواه بیشکم هستی، خواه خراب هستی، خواه کمبغل هستی، خواه بای هستی، هر چیزی که نباشی تو تاریخ ساز و فرهنگ ساز هستی. امروز اگر تاریخ و فرهنگ از دست تو لطمه خورد، در آینده برای تو لعنت خواهند گفت و آینده ها و فرزندان و نبیرگان تو در تاریخی بدنوشته زندگی خواهند کرد. به همون خاطر بیاین تاریخ خود دست بگیریم، تاریخ خود بنویسیم، چون بیگانه هیچ وقت تاریخ خود نمی نویسه. و تاریخ هم بنویسه یک تاریخ شیطانیت می نویسه که تو همیشه اذیت میکشی. خوب بهترین کار میکنی دوستی عزیز، بخون هر کتابی از بخونش. وقتی گپای شما رو دوستان عزیز، ما این گپا رو از ته دل برای شما میگم. خواه فردی بزرگ هستی، خواه کوچک هستی، خواه صاحب فرزند هستی، برای فرزندت بیاموز. تاریخ بچه جان خودت به دستت بگی بنویس. تاریخ خودت بگی در دست بنویس که به خدا که دیگران هیچ رحمی برای ما نمیکنن. شما نگاه بکنین، تمام غلامیت ملت نگاه بکنین. شما میره نگاه بکنین که چقدر نفرها به ما خیانت کردن، چقدر نفرها را ما دوست گفتیم اونا مثل دشمن بودن، چقدر مارها را ما در آستینها کلان کردیم. این کارا باید بس بشوند. امروز قرقیز که زمینی تو میگیره، چون به خوبی تو است که همون را خودت زمین دادی که بیا بردار جان در زمین بشی، آمد زمین تا از دست گرفت. بیا بردار جان در همین زمین بشی، همین زمین از دست گرفت. به همون خاطر هر ملتی که خوب است، خدا شاهد از توی عزیز، هیچ وقت از پیش خودم این گپا را نمیگم. ما با یک لهستانی همه خی رفیق سخت بودیم، صحبت میکردیم. یک روز همه خی شوخی کردیم، ما درباره مثلا همین بگیم که گیم شون کمک چی کردم، مسخره بازی کردم، به خدا قطعی به جنگ خیست. گفت که هر گپ میتونی، گفت مادری من دشنام بده، گفت پدری من دشنام بده، اما وقتی گپ درباره زمین و درباره ملتی من میره، گفت ایره دست نزن. ما از این درسی بزرگ آموختم و همیرم برای خودم شعار کردم که دوستان عزیز، نه زبان، نه ملت، نه تاریخ ما باید نمیرد، به خاطری که اگر که دست به پرچم و به خاک زدن دیگه اون ملت هیچ چیزش نمیمونه. خاک ملت، خاک زمین، این پدر مادر ملت هستک. به همون خاطر دوستای عزیز این چیزا رو در گوش تا بگیرین. کم هم باشیم، هم کم هم که باشیم، بگیم که بفهمیم خوبتر است از اوی که زیاد باشیم و نفهمیم. دوستای عزیزی که آبونه نوشین، آبونه خواهش میکنم. امی کانال ما هیچ وقت یگان نفر نمیگم که آبونه بشو، یگان نفر ریکلام نمیکنم. دوستای عزیز همتون دیدین، بسیاری گفتن که آل 10-15 هزار آبونه جمع شود تا همه را میگیری ریکلام میکنی. نه برادر عزیز گرامی،
من اگر 100,000 هم شوه یگان نفر هیچ وقت رکلام نمیکنم. من در یوتیوب به خاطر پول نیستم، من به خاطر در یوتیوب به خاطر او هستم که درد دل ما برای شما بگم. چرا یک ماه دو ماه صحبت نکردم؟ چون دوستان عزیز ما باید که با مواد صحبت بکنیم. همون موادی که من باید صحبت میکردم همون تمام شده بود. من باید میخواندم، میفهمیدم، درک میکردم، یک چیز میدیدم در زندگیم، باز گپ زدن شروع میکردم. هر روز لغلقی بیفایده هیچ فایده نداره و انسان کارا نمیکنه. خوب دوستان عزیز اون سال دیگه باشه انشالله که بگوین دیگه. فکر میکنم که وقتم خوبم. یک نیم ساعت کشید دوستان بس میکنم. این اخیرم وعده است دوستان عزیزم انشالله که خوب اگر که از 60 نفر زیاد شید شاید که گپ بزنم. اما تشکر به این بدنتان دوستای عزیز. میفهمید که وقت دور هستک و وقتم دیر شده است. بسیاریات خواب دارین. بخشش که شاید که بعضیات ناراحت کرده باشم، از شوخیام باشه، از خندهام باشه، با چی چیزی که ناراحت کرده باشم از شما بخش میپرسم. بخشش کلام دوستای عزیزم. هر یک انسان کمبودی دارم، منم کمبودی دارم. با خدا نمیگم که من یک انسانی بگیم که پرفکت هستم. نه دوستای عزیز، در لهستان نیستم دوستای عزیز، من در لهستان بودم. شما خودتون بچه زور این که زور میبینین، ما بچه زور نه، خودت زور است دوستم. اکا یگان بار دروغ گفته کی آدمه که دروغ نگه؟ همه آدم حقیقت همیه کی خیلی شاید که یگان جور گفته باشم. اما دروغگویی من الحمدلله یک عادت دارم دوستای عزیز. همه دوستان برادرانی که منو میشناسن میدونن من در زندگی هیچ وقت به کسی خیانت نمیکنم و دروغ نمیگم. ها بعض نفرها میگن که زیاد غم میتی مثلا دروغ. این شاید که مثلا در بعض موردها یگان برشیدگی باشه، اما خدا شاهد است دوستای عزیز من دو خصلت دارم که خود ما به دو خصلتم دوست میدارم. این خصلت های ما دروغ نگفتن و خیانت نکردن است. هیچ نفر من در زیاده صدها نفر در زندگیم دیدم، هیچ نفر در زندگیش خیانت کردگی نیستم. هیچ نفر. من به همه چیز برای خودم فخر میکنم. تاخیر گپ نیست. اگه جو گفتی برادر یک انسان نزدیک می تاخیر آوردگی بود. ساختش ساختی بگیم که مردم کلاب زمین است اما در اینجاش تایلران ایستگی است. خب مهم نیست برای من هم تاجیک باشیم اوچسش. خائن نفری هست که خائن ما اصلا ملت خائنای زیاد داریم، اما این نفرهایی که خائن شو میگن نه خائن نیستن. خائن یک نفری هست که به خاک ملت دست میزنه. خائن یک نفری هست که به ملت اذیت میکنه. خائن یک نفری هست که مثلا که بر ضد ملت کار میکنه. خائن یک نفری هست که بگیم که خیانت به یعنی که چیزهایی که برای ملت مهم هستند میکنه، او را نفر میگن خائن. برادر جانم هم هر یک نفر میدونه داخل چی نیست دیگه. این نمیخواد هم خیلیش ممنون. سه دقیقه دیگه دوستای عزیز، خیلی که باشه نباشه 3 دقیقه دیگه دوستان عزیز تمامش میکنم. یک نیم ساعت بس تشکر دوستی عزیزم. بخشه اینه برادر. کی بودم اینجا بخشه که یک بار اشکات گرفتم شو اینه برادر. تشکر برادر جانم.
هیچ نگو برادر جون، هیچ نگو. و قل له قول معروف. ما با قول معروف با این برادرم گپ زدیم، یگان خدمتش کردن نمیتونیم. همین یک عینک بود که گفت بگیرش، این با یک بار دیگه میگیرمش. دوستی عزیز، همین خودت که از همین چیز راضی باشی. انشالله، حتما انشالله باید تاریخ گذشته و آینده انشالله خواهیم صحبت کرد. تشکر برادر جان عزیزم، تشکر. خودت زوری برادر جانم. تشکر ای همه که در همین وقتی ساعت هم خودش از دو گذشت از فکر میگه، ساعت یک از در ما. اما شما عزیزان هستین، به خدا که من همه شما را یاد کردم، همه صحبتاتون نوشتناتون، امی سوالای زیباتون، امی گپزنیای زیباتون، شما به خدا گناه ندارین. گناه در کلانا بودن که برای ما و شما نامختن که مبارزه چی است، حقیقت چی است، حقیقت زندگی کردن چی است، سهم بلندی چی است. ما انشالله با یک جایگی همدیگر را می سازیم. ما باید که آینه همدیگر باشیم. به خدا که هیچ کسی ما و تو بیگناه نیستیم، هیچ کسی ما و تو بیگناه نیستیم، هیچ کسی ما و تو فرشته نیستیم، اما آینه یکدیگر شیم. خدا شاهد است که همدیگر را می سازیم. همدیگر را تنقید نکنیم، همدیگر را بد نگوییم. هر کس حوالش به خدا کنیم، به خاطر ملت همدیگر را بگیم که برادر جانم تو برادر جانم هستی. یک نفر تحقیر کرد، کلابیش گفت شما ناراحت بشین، بگوی گپ نگو. یک نفر بودی گفت ناراحت بگین، گپ نگو. یک نفر نمیفهم قلاتقینی گفت، بگوی برادر گپ نگو. ما هم تاجیکیم. بزرگی ما ده همی است که ما لهجه، هر یک منطقه لهجه خودش داره، اما ما ملتی بزرگیم. ما انسان های انشالله خوب هستیم. همدیگر را دعوت کنیم، همدیگر را اصلاح کنیم. این فایده ما در اصلاح هست. چقدر جوانایی که در بری ما بودن امروز نیستن، چقدر نفرایی که بگیم که تاز میزدن و نمیفهم نشان میدن که خیلی ماشین میرانن، امروز در بری ما و شما نیستن. ما و شما را هم یک روز میریم. ببین که در زندگی هم تاریخچه خورده که ما به دستان خود مینویسیم، یا تاریخچه باشه که در آینده یک نفر رحمت نام بگه. در آخران میخواهم که دوستان عزیز همه یک بار اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید بخونین و ثواب شه به یک نفر بزرگ، یک نفر خدمتگار، یک نفری بگیم که بسیار انسان عزیز. یک 4 روز پیش وفات کردن. خیلی انسان مهربان بودن، خیلی انسان خوب بودن، خیلی انسان موفق بودن. در راه می آیند که دلشان میکفه. در حق همو دعا کنین ثواب شه انشالله که به حق اورای همون انسان برسانیم. انسان یاش بود، 51 ساله بود، فرزندکاش صغیر ماندن. بسیار انسان شریف بود، بسیار شرایطهای خوبم در زندگی داشت، اما هیچ وقت به یگان نفر خیانت نکرده بود. در تاجیکستان هم یک 4 روز پیش وفات کرد. انشالله دعا کنین که خداوند گذشتگی های ما را جاشون جنت کنه، آیندگی های ما را توفیق بده، که خداوند همه ما و شما را در هم از برای ملت از ما خدمت بگیره، هم برای دین از ما خدمت بگیره. انشاءالله که همه ما و شما را هم در دنیا هم در آخرت موفق بگردانه. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه. دوستان عزیز، در همین من یک بار دیگه میخوانم سوال شما را بعد تمام میکنم. وضعیت امروزی تاجیکی را چی بها میتی برادر عزیز؟ وضعیت حوزه اینا وهین است. سامان رانه برادر جان است، خفه نیستم. خوب در امان الله باشین دوستان عزیز. خدا نگهدارتون باشه. حتما دوستی عزیز، حتما خوب موفق باشین دوستان عزیز. خدا نگهدارتون باشه. احترام به تک تک شما دارم. موفق باشین.